طبعا یاسا قدر چون پارلمان کردستان بو تملیک کرنا او خانیت کو زیدگاوی هاتین آوا کرن سنورت با جیروانیا دا لجنه که بالا هاتی پیکینان سروکاتیا من و پاشی لجان فرعیت هاتی پیکینان سروکاتیا خواهی مقام و پاشی ده پورترجی سروکاتیا هر بلدیه که جدا ده تا پیکینان چارچیوه او یاسای که هاتی دست نشان کرن بو اوا خانیت کو بری 13/3/2018 هاتی آوا کرن او خانی ده قانون به هنه تملیک کرن داخازل همی قدان دو خانیات که حتی ده داخازل خود تقدیمی او یکیت ریوبریه بکن قای مقامیا بونده که پیدا چون و او اجراعات یاسایی کارگیری بین انجام دام بو جبه کرنا دوباره که اینه و که داخازل و حولاتیات که نوید خانیت زیدگاوی هی طبعی اوجی چارچیب قانونی دا و شاملی و خانیانا که اگر دیف ماستر پلان که بیت جاده که دا یان عرض مدرسه که ها بیت آوا کرن یان گل او نقشه حسب او که ماستر پلان البلدی هات یادانان نگنجید او بابت که دیه هم داخازت که حتی ده چونکه پشت اینگه هیچ داخازک نایت ورگردن